ویدئوی شماره 1. تو این ویدئو همینطوری که داره مشاهده میکنید سایه‌ای سیاه رنگ از جلوی دوربین رد میشه. ویدئوی شماره 2. فردی داره از راه جنگلی که توش پر کلبه است رد میشه. صدایی میشنوه و به سمت صدا میره. همینطوری به راه رفتنش ادامه میده که خونه کلبه‌ای شکلی رو داخل جنگل پیدا میکنه. این فرد تو راه رو داره راه میره که صندلی شروع به تکون خوردن میکنه. یه لحظه سمت دوربین رو عوض میکنه و به پشتش میچرخه که سایه‌ای سیاه رنگ حالی شکلی رو جلوش میبینه. ویدئوی شماره 3. این ویدئو خونه ای رو نشون میده. روح دختری با لباس سفید رنگ جلوی در وایساده. روح دختره برای 100 ثانیه دیده میشه و سریع هم به داخل اتاق میره. به دری که توی تصویر میبینید دقت کنید. شما هم دیدینش؟ درب خونه بازه و به وضوح میشه موجودی ترسناک رو دید که داخل خونه در حال حرکت کردنه. تو این لحظه از ویدئو صدای خانومی رو به وضوح میشه شنید که داره به یه نفر میگه بره بیرون و داره یکی رو از خونه بیرون میکنه. شما هم دیدید درب اتاق یهویی بسته میشه و موجودی سفید رنگ از جلوی دوربین رد میشه و بعد چند ثانیه یه موجود سفید رنگ دیگه هم از جلوی دوربین رد میشه. تو این لحظه از ویدئو صداهای شبیه به پچ پچ کردن میشنویم. بعد از چند ثانیه یهویی موجودی به تخت نزدیک میشه. ویدئوی شماره 4. بچه‌ای تو این ویدئو داره با آهنگ میرقصه. تو این ویدئو چهره موجودی ترسناک هم دیده میشه. حتی بچه هم انگاری متوجه شده ولی فیلمبردار متوجهش نشده. ویدئوی شماره 5.
این ویدیو داخل خونه تسخیر شده ضبط شده. تو این خونه فعالیت‌های ماورایی رخ میده. در و اتاق باز و بسته نمیشه. شما هم دیدید پشت دیوار سایه‌ای دیده شد. این سایه یه لحظه دستش دیده میشه. با اینکه این فرد ترسیده ولی بازم به سمت اتاقی که اون سایه دیده شد میره. Hello? Oh! Guys, you literally will not believe this. I literally just had that door thing happening for the past 5 minutes. And like, how is anybody supposed to sleep? What the? Hey guys, just waking up and getting ready for work, and here we go once again. We got this door moving. We got my bathroom door moving. Hey, please stop, spirits. Please. I'm actually, like, honestly scared to go check right now, because what if something's like... What the? Hello? Hey guys, just waking up and getting ready for work, and here we go once again. We got this door moving. We got my bathroom door moving. Hey, please stop, spirits. Please. I'm actually, like, honestly scared to go check right now, because what if something's like... Oh my... Oh. Please stop. ویدیو شماره 6. این ویدیو توی تیک تاک آپلود شده. دختر خانومی هنگام ضبط ویدیو برای تیک تاک با صداهای کوبیدن مواجه میشه. این دختر خانوم صداها رو دنبال میکنه تا منبعش رو پیدا کنه. Staff lounge, bathrooms. شما هم صدایی که من شنیدم و شنیدید؟ نگهبان دوربین رو روی میز میذاره و داخل اتاق میره. همین که داخل اتاق میشه یهویی درب اتاق پشت سرش بسته میشه. بعد از گذشت 1 دقیقه و 17 ثانیه موجودی نامرئی درب اتاق نگهبان رو میزنه. دقیقا بعد همون لحظه هم صندلی که جلوی میز و دوربینه به سمت دیگه ای هل داده میشه. نگهبان دوباره صدایی رو میشنوه. دوربین رو از روی میز برمیداره و شروع به گشتن میکنه. در حین گشتن وسیله‌ای به سمتش پرت میشه. Yep. Nope. I'm out. Nope. Shuffling sounds outside the door. And I need to put the camera. No. ویدیو شماره 7. تو این ویدیو مردی داره از مزرعه‌اش فیلم میگیره. همینطور که دارید مشاهده میکنید اون موجود از اونجا بیرون اومد و به سمتی فرار کرد و از شکم به بالا دیده نمیشد. این موجود فقط 2 تا پا داشت و اندامهای بالا تنه انسانها رو نداشت. ویدیو شماره 8. این ویدیو مردی رو نشون میده که میخواد احضار جنگ کنه ولی هنوز وردش تمام نشده که یهویی صدای میشنوه. این مرد ادامه میده و زیاد به صدا توجه نمیکنه که یهویی صداها خیلی زیاد میشن و این مرد هم از ترس کارش رو نیمه تموم ول میکنه و فرار میکنه. تو این لحظه از ویدیو به وضوح میشه موجودی رو دید.
ویدئوی شماره 9. این ویدئو کارخونه ای رو نشون میده. تابکاری داخل کارخونه میاد و کارگرش رو صدا میکنه. یهویی روی زمین یه چیز ریخته شده ای رو میبینه. اون چیز ریخته شده رو دنبال میکنه که یهویی با موجودی که جلوش ظاهر میشه روبرو میشه. La planta 2. Oh, jeez! Come on, guys, making a video. Made the last one. I don't know what the that was. Yo! Hello? There we go. Apparently these doors open, but let me check here. Alright, that door's clearly locked. These doors can't be opened from the outside. Yeah, let me check this door right here. This is clearly... Don't see anybody down there. Alright, so... It's been a little quiet. What the? Oh, shit. What's that? دوستان این بود ویدئوی دیده شدن جن و ارواح. امیدوارم که از دیدنش لذت برده باشین. یادتون نره که کانالمون رو سابسکرایب کنید، زنگولش رو هم روشن کنید، لایک و کامنت هم یادتون نره. تا ویدئوی بعدی، خدا نگهدار.